ایران از عراق ضربه نمیخوره، از سوریه هم ضربه نمیخوره، آمریکا هم ضربه مهمی نمیخوره. کشور دیگری نمیتونه ایران را حذف کنه یا در هم و برهم کنه. فقط یک دونه خطر بسیار جدی وجود داره که ایران از طرف افغانستان ضربه مهلک را دریافت خواهد کرد. افغانستان به قول آقای رفسنجانی چیزی برای باخت نداره. 10-12 گروه مسلح آدمکشی اونجا هستن. کینه عجیب بین ایران و پشتونها وجود داره، کینه بسیار شدید، حالا به چه دلیل من نمیدونم. و بعد اونها کسانی هستن که از هوا نمیزنن، یک دو تا ساختمان از بین ببره، کارخانه را از بین ببره. اونا مثل مور و ملخ از کوه و صحرا سرازیر میشه. مطمئن باشید ببینید از کرمان تا ایران شهر و زاهدان و زابل و مثلا سراوان و قاش و امثال اینها و بیاییم در سرخس، خراسان جنوبی، بیرجن که اونجا بندان است و طبسین اینا هستن، از اون بر بیاییم طرف مرز